радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. لیکن عشق که به چهارچوبه رسمیت خنجیده بود، خصوصا اگر به هیچ طرفین تبدیل شده باشد. خرامان خواهش نمود که در نزد مگزین عالمی بچه ها قرار بگیرند. ابراهیم جان نیز همراهش در آمد. خرامان به شعبه پای افزال رفت. ابراهیم جان به شعبه بازیچه ها که آنجا شوری بود برپا دید که پولیمیات بازیچه خوشرویی می فروشند. هم صدا می برارد، هم از میلش شراره می پاشد. حواسش آمده برای شریف جان یک تا خرید و همین که خرامان از آن گوشه مگزین برگشت به دست او داد. برای شریف جان. دیگر پسر نیست؟ چرا به من می دهید؟ به خودش دهید؟ نه، خودتون. خرامان از اندیشه ناگفته او پای برد و راضی شد. وقتی که مادر و پسر به تک دروازه حولی اجاره نشسته هشان رسیدند، کودک از دست ابراهیم جان داشته کشاله کرد. نیاوید آمد، التماس میکرد. باز میآیم شریف جان. پسرک شیرین برای قد آمده گفت ابراهیم جان. یاشت نیاوید، تکرار نمود. خرامان به لفظ پسرش تقلید کرده. ظاهرا از آن سبب که عرض چنین تکلیف از زبان کودک آسان تر بود. همخانه آنها که ابراهیم جان را از تیرماه سال گذشته از روزی 2 خلط کرم آوردنش از بازار می شناخت، به او با چهره کشاد معامله می کرد. زن عمر دیده، نغز و بد را بس آزموده و سنجیده که بود، از چشمان ابراهیم جان خواندن آرزوی آمال او برایش مشکل نبود. دروازه را گشایید پسرم، ماشینتان را درآرید. تکلیف نمود پیرزن. با حضور بی خواطر چهچه کرده میشینید. ابراهیم جان به گوش خود باور نمی کرد. کوچه هم تینج میستاد ده، زبان خواهیده گفت او، در حالتی که دلش از شادمانی به رقص در آمده بود. راست ماشین را درآرید. این دفعه سخنی مومایش را قوت داد خرامان و با آهنگ شوخ علاوه نمود. بچه ها یگان چرخش کشاده برند، چولاق شده نمانیم. ما را باز بلالچینی نمیبرید؟ نه، ابراهیم جان به چشم و گوش خود باور کرده نمیتوانست. در تاشکند چه واقعی رخ داده است که خرامان به این طریقه دیگرگون شده آمد؟ یا همین زل انجام یافتن مناسبت 1.5 ساله آنان حالی طبیعی است؟ پس از تمام شام خرامان پسرش را به سر بستر برد، اما شریف جان تازه آمده باز از دست ابراهیم جان گرفت و باز همان سخنان اجازه سری خود را تکرار نمود. نیاوید آمد؟ نمید؟ خیر نیاوید؟ خیر خوب. ابراهیم جان او را به سری دست برداشته آغوش نمود. از رویش از سرک جنگل مویش بوسه ها کرد. چشمان او مثل چشمان مادرش شهلای و جاذبه‌ناک بودند. از اون نکهتی فارمی می آمد. شریف جان نیز با دل کودکانه خود صمیمیت نوازش این مرد مهربان را حس نموده دستانش را به گردن او حلقه کرد. خرامان از کنج خانه به این صحنه دمی نظاره کنان ایستاد و پس پیش آنها آمد و هر دو را یک جایه به آغوش گرفت. چرا گریه می کنید؟ گریه این آب باران است؟ خرامان انگشت تری خود را برای ابراهیم جان رسانید. آب دیده، اما دیگر خیلش. میدانم دیگر خیل به هر حال خاصیت ندارد. این به خاصیتش. خرامانی من، این سریشکی سرور، من کم چی خیل دلم سوس شدگی. کیواز خودتان میدانید. حالا به تهمت هم میمانم؟ خندید خرامان و سر بر سینه محبوبش گذاشته تا پیش دلی او را گوش داد. آره،
از شدت اضطراب چشمان ابراهیم جان چند قطره اشک فشانیدند. وی هرگز به آب دیده نبود. در کودکی میگریست و بس. در آن ایامی که همه میگیرند، آوانی که گریه اسباب تلاش است، وسیله اعتراض یا طلب یا غرض. بعدی کلان شدن فقط در وفات مادر گریسته بود. چطور او به دلبرش بفهماند که بار نخست در عمرش اشک شادی میریزد؟ چی گوید؟ بگوید که تا حالا در زندان پادشاهان قدیمه بر این چاه تاریکی بود. راست، آخر همین طور بود. مگر آن زندگانی بی سر و سامان، بی معنی، بی ترتیب و نظام پر از فسقی که او بسر می برد و آن را عیش و نشاط بدانست غایت سعادت می شمارید، با آن چاه بیتکی تار شباهت نداشت؟ هفته با این، هفته با آن، حتی روزی با این و روز دیگر با آن. در خانه زن نکاحیش آشفته و پریشان می نشست که او را راستی دوست نمی داشت. رابطهش با زنی بیشتر از 2 ماه هیچگاه طول نکشیده است. به فیلم های فاحش خارجه که بعضن در اکران پوشیده مخصوص برای آنها نمایش می دادن تقلید کرده، عاشق و معشوق 2 روزه روی بستر برهنه شراب می نوشیدن، مگنیتوفون مانده رقص هایی می کردن که از آداب فاضله یا حیا و ایبا فرسخ ها دور بودند. شراب مقرری هم نه، برای زیبش به خاطر مد، ویسکی، رام، کنیک های خارجی یافته می آمدند. رابطه بین زن و مرد که باید از محرمانه ترین، پاکیزه ترین و نفیس ترین لحظه های حیات باشد، برای او و طایفه‌ای که او سر و کار داشت به نمایشی شهوت اوریان، به مسخ و مسخره آن بدل شده بود. مگر به این گونه محیط میر و محبت آدمی قدم می نهد؟ به زنجیر بسته کشاله کنید که نمی آید. تیر ماه پیران سال کانواس خود را برداشته به ساختمان حولی سراشانه آمد. خرامان را دید و در ساعت چشمش یله گردید. شب عرفه همان روز را نیز با عیش و طربی به قول خودش رندانه به سر برده بود. هنوز خمار آلوده بود، سرش گران می نمود. با وجود این هوشیار شد. به یک بار به تمام هوشیار شد. دیگر دعوت آشناهای خود را به هر بهانه رد می کرد. بار یکی از لعبتکانش به جان و حال نمانده به باششگاهش برد. همان روز خرامان در آشخانه نزد ساختمان که آنجا ابراهیم جان مخصوص به دیدارش رفته بود روی خوش ننمود. ابراهیم جان سخت ملول و مایوس بود. بنابراین تکلیف آشنا را قبول کرد. رفت، نشستند و خوردند و می نوشیدند. سرخوش شدند. ناگاه وضع او تغییر یافت. ها؟ سوال آمیز به او چشم دوخت جوان زن. خس رنگ و بار رویت شسته بیا، گفت ابراهیم جان. عجیب، استهزا آمیز کتف جنبانید زن. پیش خلال نمیرسانید کو؟ ها عجیب، نیز خنده کرد ابراهیم جان. بعدی دست روی شسته آمدنی معشوقه او لبی کد نشسته به اندام او با دقت نگاه می کرد، گویا بار اول می دیده باشد. چرا این تو نگاه می کنی؟ چطور؟ گویا من میکرو و تو میکروسکوپ. ابراهیم جان خسته به سر میز برفت، قدح را از شراب پر کرد و با یک دم نوشید. او مثل پیشینم مست شدن، عالم و علم را فراموش کردن میخواست، لیکن از چه سببی شراب نمیگزید. زن از کت ناامید و آزرده خاطرانه برخاسته پیراهن خود را پوشید و گفت: یک دختری شناس هست، طبیب زور، میخواهی آشنا کنانمت؟ به طبیب حاجت نیست. مگر این قصه ها را حالا به خرامان نقل کرده می شود؟ با او چگونه فهمانیدن لازم که در 1.5 سال آخر ابراهیم جان احیا شده است. این روز وقتی که نخستین بار او را ببوسید سرش گیرد گشت، قریب مانده بود که بنشیبی خیلد. نمکک همان حالت باز مقرر شد، گویا یگان شراب افسانوی معجزه‌کار آشامیده باشد. همین که نظرش به لبان عقیق رنگ او یا از نفس کشی جنبیدن صندوق سینه او افتاد، از رویش نرمی مخملین رخساره او را احساس کرد، دلش تگ می کشد. خیالش نه فقط خیال،
بلکه هم جسم و هم جانش گویا به پرواز می آید و گاه خود را در کنار مرغزار معطر می بیند، گاه سوار کشتی که روی دریانه در فضای دره و وادی ها کوه و دمن زیبا منظری شنا می کند. این احساسات را به دلبرش چگونه عرض کند؟ چطور بفهماند که سرشک او قاصد نیک پی بود که پیغامی آورد رنج و عذاب، غم و غصه در کوی یار به پایان رسیده است؟ چه خوش که خرامان خود زیرک است، صاحب فراست است، به شرح و معنیدادها احتیاجی ندارد. میدانید ابراهیم جان، گفت و ناخواست موی سری او را نوازشکارانه پنجه زده، دیرگاهی به شما باورم نمی آمد، حتی تا همین شب، حتی نوکه گفتنی بودم که مبادا مرا مثل دیگران فراموش کنید. این تو نگویید. اکنون نمیگویم. رحمت، ما باید خانه دار شویم. خرامانی من شدیم کو؟ نه، تماما میگویم، رسما ابدی میگویم. توی میکنیم. در امانت کسته یک توده پول دارم. نخود؟ فکر و ذکرم پولغم داری بگویید؟ نه. ابراهیم جان پشیمان شد که چرا در همین گونه یک وقت نامناسب از پول و پولداریش گفت شد. زار ماند این زبان بی اینان. من در آمدی گفت گفتم. همراه اکم زندگانی میکنم. نه وای نه ینگم یک تین خرج کردنی نمی مانند. میلیونر بوده ایده، از این روز اعتباراً میلیاردر. خیر، توی کنید، هر کار خواهید کنید. توی کرنه سرنیدار یار و مشعلدار کنید. خرامان، بیشوخی میگویم، من اونقدر هم هوادار رسم و آیین‌های رنگ و برنگ. شما هم توی دیدید، من هم. برای همین توی میگویم که آشنا و ناآشنا آگاه شود. بدن بی شوهر بسیار شقه می شوند، خصوصا اگر خوشروی باشد. شما برین بدزاد به همه شقه، به خوبرویان خصوصا در این جای بحث نیست. ابو را فراموش کردید. خرامان به اندیشه رفت. ابراهیم جان باز خجل شد که کاهی کهنه را بیهوده باد داد. چی چینی زده است او را؟ ناجای از خانها میگوید این احتمال از غلیان شادمانی بودگیست. باری سعادت هم چندان سبک نیست. بسیار کسان هستند که در اصل باهوش و با تمکین باشند، هم در لحظه های خوشبختیشان سرمنه حتی گاج می شوند. یک طی بدزادها همان پرروی آلفته اتان، گفت ابراهیم جان برای آنکه خرامان را زودتر از عالم خاطرات بیرون آورد. بد چشم، خودم هم بیزار شدم. التماس خرامانی من، یکان دهم گپ زند، در را به من گویید. یک ساز کردن در کار. انتظارید شما؟ یک علاج می شود. ابراهیم جان قریب گفته بود که در مکتبی سنبا مشق کرده است، اما خوشبختانه این دفعه سری وقت زبان نگاه داشت. در واقع او سال اول معلمیش روزی عید مست شده خوب شده خورده بود. این واقعه به جانش علم کرد و از برادرش التماس کرده همراه خادمان میلیتسیا در کورس سنبا تعلیم گرفت. از منصبی برادرش همان وقت یک مراتب استفاده کرده بود. حالا در هیچ جای هیچ گپ نی و نقشه های شما بینم. با آهنگ طعنه اشرامیز گفت خرامان، خاندار نشده زنازنی سر میکنید؟ من زنده بیوه مانده بدکی دری حبس خانه تار میتنم. غم نخورید، اکام کلان میلیتسیا. با وجودی آن باور کردید اکی من از همین خیلزاد که یگان گناه گذرد بیگانه ها عفو میکنند و وی نمی کند، با دست خودش به پسی پنجره ورده میماند. پنجره، میلیتسیا. ما عذر را دیگر کنیم هم میشدگیست. عذر. خاطر جمع باشید ابراهیم جان، کسی حد دارد که به من از بینی بالا گپ زند. یگان کلید وزنین یا نیم خیشتی را برداشته چنان فرارم که. ابراهیم جان واقعا ابو را به یاد آورده خرامان تفنگ به دست را پیش نظر تصور کرده خندید. راست میگویی عزیزم، گپی کس ناکس نخور. همین که ابله ناجایت چیزی گفت برار به کلهش. من هستم. ابراهیم جان خیزید به کوچه براییم.
او می‌دانست که ساعت قریب 1 شده است، ولی فی الحال خوب گفت. خرامان مامایش را عذرخواهانه بیدار نمود و تعیین کرد که تا آمدنش از حال شریف جان خبردار باشد. بچه عادت نیمی شبی بیدار شدن ندارد، اما به هر حال کجاها خلوت، احتیاط شوید. هنگامی گسیل تاکید نمود پیرزن. از سخنش پی برده میشد که از او را تشویش دادن دختر خواندش ذره ملال نیست، برعکس از عهد خرامان به سیر نیمی شبی قدری به تعجب مانده باشد هم ممنون است. در کوچه های چراغان دست به دست داده تا بامدادان سیر می کردند. یگان شعر خوانید. خواهش نمود خرامان وقتی که زیر یکی از درختان کستانه خیابان نزدی تئاتر آپرا و بالت دمی توقف کردند و ابراهیم جان مورد را مناسب دیده او را به آغوش کشیده بوسه کرد. به چشم، گفت ابراهیم جان و در حال گفتم به چشم نام شیری مشهور کمال خوجندی به یادش رسید و آن را خواند. پسر خرامان را میان کفها نرم داشته چهره او را به روشنی چراغ گردانید و به چشمانش چشم دوخت. در یک آینچه مدیک چشم آدمی اینقدر احساس و افکار عکس می یابد، هم شادی و فرح، غم و اندوه و آرزوی و امید، هم جهان جهان اندیشه ها، می گفت او به خود. از چشمان شهلای نگارش نور شادمانی شادکامی می بارید. خرامان گفت به من همین خیل شعرها معقول. گفتمش هم خوشرو هم شوق‌آور. گفتگوی خودمان بر این می نمایم به نظر، لیکن چقدر نفیس. نباشد بازگوش کنید. گفتم ای سیم زقم، گفت کرا می گویی. گفتم ای عهد شکن، گفت چه ها می گویی. گفتم ای آن که نداری سری یک موی وفا، گفت معلوم شد اکنون که مرا می گویی. گفتم ای جان ز دلی سخت تو فریاد مرا، گفت با من سخنی سخت چرا می گویی. گفتم از باد نسیمی تو شنیدن چه خوش است، گفت تا کی سخن از باد و هوا می گویی. گفتم از دست دلی خود به هلاکم راضی، گفت این خود ز زبان دلی ما می گویی. گفتمش کی رسد از بخت پیامی به کمال، گفت آن روز که از ماش سلامی گویی. ابراهیم جان شما خوجندید؟ از حافظ می خوندم، شیرازی می گفتید، تاجیکم، یک سنواریسی رودکی، فردوسی، ابن سینا، خیام، سعدی، حافظ، کمال، جامی، ناصر، شاهین. شد تا سحر روی خط خواندنید. میدانم از مدگاسکر نآمده اید. استید خرامان، مبادا شهرچی نیستید؟ شهرچی ها بسیارتر در بین شما زیایی ها. من یک کارگر عادی، قدری رنجیده خاطرانه گفت خرامان. شهرچی می شدم کجایی بودنتان را پیرار سال می پرسیدم. حضا کردم خرامانی من. می خواستم از خودتان کمتر نقل کنید. ترجمه حالم را گفته دیم. خیر چه عیب. عادتم پیش از هر یک اقدام مهم ترجمه حال را می نویسند، می گویند این رسمی دیری نه، به جان و دل. ابراهیم جان با آهنگی که عریضه یا سوالنامه می خوانند تیز تیز گویا قرائت می کرد. سال 1946 در شهر دوشنبه از عائله کارگر تولد یافته در همین جا مکتب میانه و اونیورسیته را ختم کردم. پدرم اشتراک کننده جنگ بزرگ وطنی بوده است. در خردسالی هم وفات کرده است. مادرم سال قبل از این فوتیده بود. در خصوصی برادرم همراه عالمی معلومات رسیده است. وی هم شخص معتمد، پلکونیک میلیتسیا. وچه یک بار بیرون از خاک وطن به افغانستان همراه دسته هنرپیشه ها رفته آمدم. تا حالا رسما زندار بودم و در واقع مجرد. اکنون آهنگی شوخ ناخواست او را ترک نمود. اکنون شما زنی من
دو کلمه آخرین را تأکید کنان گفت ابراهیم جان و ناگاه از راه بازی ساده سر خرامان را باز میان دستانش بگرفت و از دهانش بوسید. ها، از آن شما گفت خرامان، زنی اولینی من، زنی چشم و دیده گشاده دیدم. خشه اقلا 14 گویید؟ نه خرامانی من، اولین. ابراهیم جان کارهایش را سرانجام داده از سردار جواب گرفته از استودیو 1 ساعت پیشتر برآمد. حالا تا پایان کار خرامان خیلی فرصت باشد هم میلش. بارانی ریزه می بارید. خوب شد که بر محل تر برآمد. خرامان را سوار کرده به باغچه شریف جان، بعد به خانه‌اش میبرد. درسترش به خانه‌اشان. بر وقتر می رود و در همان جای مقرریش در کنار راه کلان دورتر از ساختمان خرامان زیر چنار ماشین را نگاه داشته رادیو گوش می کند یا کتاب می خواند. از اتاق کار قمر 4 شماره فیت شده مجله اینسترانه لیتراتور را آهسته گرفته بود که در آن رمن آوازدار دشت شده است. بیشتر از 1 سال است که همه به این رمن در افتادند. کوبای هم بخواند چگونه اثری بوده است. قمر ثانی میخواند و بی نهایت تیز مطالعه میکند. کتابخانه‌اش را کسی ناشناس بیند گمان میبرد که او با مطالعه مشغول نیم، بلکه هم تو کتاب را آهسته آهسته ورق میزند. متن را هر چگونه باشد صحیفه صحیفه گویا فرو میبرد. نه، در نزدیکی خرامان به گمان که کتاب خوانده تواند. خرامان را کار او را از دور تماشا میکند و دائما همین طور میکند. حاضر بعد گذشتن 2-4 ره به کوچه راست میبراید و از دور کرن او را میبیند. از تماشایش ذوق میبرد، چرا که اولا خودی مناره کرن اسباب ستاره گرم است. اگر برای اسباب آهنین همین صفت جایز باشد، بی سبب تاجیکان، ازبیکان، عموما مردم آسیای میانه آن را با نوازش پهلوان، پالوان نمیگویند. آبادی مکان آنها، کشور آنان به خدمت پرشرافت این دستگاه مربوط است. وی دست بیناکاران را سبک، مشکلشان را آسان کرد. مناره کرن نمی بود. حالا پنیل ها، بلاک های بسیار تانگی را کی به آغوش آسمان ها برداشته به طور امارت های نو 10 قوته می گذاشت. از همین سبب این دستگاه ذاتاً بی سلوقه گردن درازی لک شکل به نظر مردم گرم می تابد. اما کرانی خرامان مخصوصاً دست دلبر ابراهیم جان گل است. نادرست میگوید خرامان که او یک کارگر دختری عادی است. صنعتگر است. او به هر کار کمر بندد، آن جاذبه صنعت را کسب می کند. به حرکت ملی مناره کرنش به بالای پایان رفتن سیمتنابی بارکشی وی توجه کنید. هر کس رقص اسب را در سیرک یا ایپادرام دیده باشد و تفاوت رفتار آن را از لکه اسب عادی درک کرده باشد، همان کس تصور کرده میتواند که کرانی خرامان چگونه با نظام، چطور نرم و با نزاکت حرکت میکند. گویا نمیگردد، بلکه مناسب نام صاحبش میخرامد. کران نمی نماید؟ کجا رفته استان؟ ابراهیم جان تا بدکی دروازه شرق ساختمان آمد. خدایا، کران غلیده، یک پهلو میخوابد. ناگاه گوشش قلف زد. والگهی میلیتسیا آبی کلمک ها را پاش داده به شست برآمده رفت. از پس وی اتومبیلی یاره تکنیکی برآمد. ابراهیم جان پیش پا خورده سوی میدان بیناکاری میرفت. ماشینی کپدار میلیتسی آمد. کرم به دیواری ناتمامی قوتی 4 امارت افتاده است. در اطراف پایش و در بالا آن جایی که کابینه تیریزه هایش شکسته فرو ریخته کران به غوله بیتانی آهنش قطع شده یک پهلو تکیه کرده میخوابید. خادمان میلیتسیا، کارگران ساختمان، انجینیر اداره کران و مکانیزم های بیناکاری، باز کیم چگونه آدمان جنب و جل داشتند. به دفترچه ها چیزی می نوشتند، با فوتوآپارات عکس می گرفتند. او به ازدحام نزدیک شد. وزنی احوالشان می گفت یکی
به هم صحبتش. احوال کی ها؟ سراسیمه از کتفی آن شخص دغلانه کشیده پرسید ابراهیم جان. مگر یک کس نی؟ چرا یک کس؟ کراندارو با یک زن. پس دو زن؟ گفته ایستادم که کراندارو باز یک زن، یعنی یک مرد و یک زن. خرامانی من، ای چرخ، این چی روزی است؟ باز گوش ابراهیم جان چیپی محکم شد. جنبش لبی آدمان را میدید و نمیشنوید که چی میگویند. من این آدم خود را ملامت میکرد و این شخص که راه گذر است، او چی را میداند؟ من چرا با او چسبیده سوال میدیم؟ برای چی در اطراف یگان شناس نمی نماید؟ کنی آن همه گلکاران بطور ایزم که همیشه همراه خرامون با آشخانه می رفتند، یک سیله شده همراه از کار می برآمدند. گوشش اندکی یله شد و صداهای اطراف باز به سمعش می رسید. نه، کرن هیچگاه خود به خود نمی افتد. نگاه کن چقدر پرسنگ دارد، کمش 100 تن. نباشد نادرست منتج شدگی. 2 سال باز درست بود که کرن را تقاید نی انجینیر و تکنیک ها منتج می کنند. اینسپکتری دولتی عقد مانده قبول می کند. کلا اینجا سیری هست. راست سیر نباشد میلیتسیا نمی آمد. میلیتسیا به هر فلاکت باید دویده آید. یکی کلمه پاسپورت را تکرار می کرد. پاسپورت را از بالای افتن گویا. پاسپورت کی را؟ به این فاجعه پاسپورت چی دخل دارد؟ چین زند. پاسپورتی منارا کران را میگویند. ظاهرا همان حجتی را که همیشه در کابینه کران است و با آن همه تعمیرات نگاه و بین اسباب سر وقت قید کرده می شود. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از خزینه تیلویی رادیو رمان اجتماعی پالات کنجکی را از روی اثر نویسنده فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند مردمی تاجیکستان حبیبالله عبدالرزاقов شنیدید. پایان گفتار 16. شاد و موفق باشید.